الکساندر باستریکن رئیس کمیته تفتیشاتی روسیه که با بیانیه‌های ملت‌گرانه خود نام برآورده است اظهار داشت که مهاجرانی را که از آسیای مرکزی شهروندی روسیه گرفتند باید در نوبت اول به جنگ به ضد اوکراین فرستاده شوند. این منصبدار بلندپایه حکومت روسیه روز 13 ژانویه سال 2023 در مصاحبه خود با روزنامه روسیسکای گازета میگوید که آمارها نشان می‌دهند که شهروندان آسیای مرکزی از تاجیکستان و ازبکستان و قرقیزستان و اینچنین کشورهای قفقاز در 5 سال اخیر بیش از میلیون نفر به طور عمومی شهروندی روسیه را گرفتند ولی از خدمت حربی کناره‌گیری می‌کنند. با گفته باستریک با به دست آوردن شهروندی روسیه مهاجران از آسیا میانه نه تنها صاحب حقوق می‌گردند بلکه به آنها عهده‌داری‌ها نیز تعمیل کرده می‌شوند. از این نیاز باستریک تاکید می‌کند که مسئله در نوبت اول به عملیات مخصوص حربی فرستادن مهاجران صاحب شناسنامه روسی شده دیده برآمده شود. در 9 ماه اول سال 2022 قریب 120,000 زاده تاجیکستان شهروند روسیه شدند. زادگان تاجیکستان در این چمپیونات در بین کشورهای آسیای مرکزی جای اول و در اسنگ بعد اوکراین در جای دومند. باید گفت که ارتش روسیه پس از شکست‌های پی در هم در جنگ با اوکراین مقدار زیادی نیروهای خود را از دست داد و به بحران نارسایی قواهای جنگیده در میدان جنگ روبرو گردید. صحنه 21 سپتامبر سال 2022 ولادیمیر پوتین فرمان موبیلیزاسیون را امضا نمود. ضمن این معرکه نظامی روسیه نزدیک به 300,000 سرباز از سراسر کشور جمع نمود. با برابر اعلان موبیلیزاسیون در روسیه شهروندان این کشور برای نرفتن به جنگ به طور رکوردی روسیه را ترک نمودند. حالا بخش دوم دولتی روسیه سن نفران دعوت به ارتش را تا به 30 ساله بالا برد. حتی مردان صاحب 3 فرزند را نیز به صف ارتش برای خدمت حربی جلب می‌کنند. همچنین شرکت خصوصی حربی واگنر نیز از زندان‌های روسیه به جمع‌آوری محبوسان مشغول شده تا 30,000 محبوس را مجبوراً به جنگ جلب نمود. تا این دم از کشته شدن شهروندان زندانی تاجیکستان و نفرانی که شناسنامه روسی داشتند خبران نشر شده بودند ولی قانونگذاری همه کشورهای آسیای مرکزی اشتراک شهروندان خود را در عملیات نظامی بیرون از خاک خود منع می‌کنند. صحنه 11 ژانویه سال 2023 قرقیزستان از بازداشت یک شهروند خود خبر داد که در جنگ اوکراین اشتراک کرده است ولی تا به حال معلوم نیست که این قرقیزستانی از کدام طرف جنگیده است.